شد. راضی هستم. قبول. قرار درست داده ای. پشیمان نمیشوی. امشب من در پایان نکاح دارم در تالار. گفته بود که می آیم. اگر نآید توپ در دست تو. چی خیلی که میخوایی حل بکن. تو این کارو به من گذار. این را گیر. کارت تازه موندم. با این صحبت میکنیم. به تو باوری دارم. هر دومان را از این افلاسی خلاص کن. با من هم چای میدهی؟ تو چی اینقدر زود نوشیدی؟ دهانت نسوخت مگر؟ نه نسوختم. تشکر به تو. با مادرم گفتی امیر؟ چی رو؟ توی پاگو برای مکنه توی بخوری میکنیم. راست میگویی. در یگان تالار میکنید؟ نه، در یگان باغ استراحتی در هوای تازه و مثل گذشته ها. مسئله خانه چی شد؟ حل کرده پسرم؟ پدر همون خانه ای رو که گفته بودم رفته دیدم. خوب. برای من بسیار کوچک نموند، لیکن با یاسمن پسند اومد. من میخواهم که کوچک باشه تا اینکه کارم رو خودم کنم. دو پایتون رو به یک کف جا کردیم. نمیدونم که این کارو ما چگونه پسی سر میکنیم. کسی ما رو فکر نمیکنه. به مثل خلاص کردن مال از آتش اویله برپا نمیکنند آخر. همه رو به تلاش کنی بازار مکن. در کارهای خیر باید حرکت کرد. اول و آخر خدا از عهده همه کار میبره. شرف یک لحظه می اویی. چی شد؟ چی شد؟ این چیست؟ گوشوار پینار. از اتاق کودک یافتم. در زمین افتیده بود. خیر بعد با من چی؟ لطفا گفته میتوانی که گوشوار در خانه ما چی کار میکنه؟ خداوندا چرا از من میپرسی؟ چی من مگر پاسبانی مال پینار هستم؟ من خودی همین روز خانه ها رو تازه کردم. اگر قبلا در آنجا می بود من میدیدم حتما به چشمم میرسید. فریده آشکارا بگو از من چی میخوای؟ چرا ما را گناهگار میکنی؟ شما هر دو یک کفش دارید مگر کفشایتون یک است؟ از برای خدا برای چی جنگ میکنید؟ ویر با رشکای فریده خانم آواره هستی مادر. از اتاق گوشواری پینا را یافته است و رشک آن را کرده ایستاده است. دخترم با شوهرت اینقدر جنگ نکن. رو خدایا من دیوانه میشوم. پسرم میفهمم نازش بسیار شده است. تو هم یک روی نکن آخر. یک روی نکن. رفته. خدایا با من مدد کن. تیمور در کجا بوده؟ همه ما رو انتظارند. آمدم آخر. بیا فرایم. یک لحظه تلفن. افسوس که در این روز شادیتان در نزدتان بوده نمیتوانم. به هر دویتان خرسندی خواهانم. پینار آمده نمیتواند. فکر نکن بیا رویم جانکم. مهمان ها را انتظار نمیکنیم. رو به کمال بگو که زن اینجا نمی آید.
چقدر انتظار شدن ممکن؟ تو در کجا بودی؟ از پی کار بودم. به مقامات‌های دخدار مراجعت نمودم. چرا من در این جایم؟ چرا با پروکورور وا نمیخورم؟ حالا شما را به سود ارسال نکردند. حالا تحقیقات‌ها ادامه دارد. ارسال نکردند. این کمیسر یک را برقصدانه میکند. برقصد کار را کشاله کرده ایستاده است. هدفی آن را دارد که مرا تا تو اینجا نگاه دارد. خواطر نشوید. برای سرعت بخشیدن کار از دستمون آمده را کرده ایستاده ایم. کمیسر امیر، تا حال نفهمیدی که قوه من تا کجا میرسد؟ پس در حیات میبینی. آقای مدحت، اما در این وضعیت کاری میکنی که من از اینجا در حال برایم. دخترم را با او یار نمیکنم. روزی تویش را روزی محشر میکنم. اکنون رو از اینجا. حالا من با تو نشان میدهم آقای کمیسر. میبینی؟ با تو نشان میدهم. چه شد؟ چرا به تمام هستی خنده داری؟ اکا من از کجا دونم؟ خودم رو داشته نمیتوانم. وای وای، شیر بچه مثل جوان 18 ساله هستی. انا همین خیلی عشق آدم را مجنون میکند. از لیلای شما چی خبر است اکا؟ فکرش را مکن. دین و ایمان لیلای من پول است. آن را من ندارم. وای، در میان شما چی رخ داد اکا؟ با من نقل کنید. من انگشترین گرفتم. به نزد درش رفتم اما بیهوده بوده است. نوح میگوید و پیغمبر نمیگوید. خوب کردید، اما نفهمیدم. مادامی که او دردی پول داشت، چخیل تو امروز درک نکردید؟ او باری هم افشا نکرد؟ والله افشا نکرد. این خیلی سخنها نمیگفت. چی که شد نمیدانم، اما برویم همین را گفت. نه اکا، اینجا زیر کاسه نیم کاسه است. چی بوده است؟ با فکر من شما از دنبال این کار شوید. دیگرگونی های غیر انتظار در وظیفه ما سبب شبهه قرار بگیرد. با فکر من این کار را نظارت کنید. مایل شکر، من خوب میروم و شما خوبی خوش. به تو هم. کنی مردم را بکشه براریم. شاید پینار در همه جا باشد. الو؟ تو را در آخر یافتم. تو چی ها میگویی؟ دیگر از من گریخته نمیتوانی. در همین خانه ای میدانم. آنجا نیستم. مرا به حالم گذار. باور نمی کنم. پس آوازی که برآمده ایستاده است چی است؟ من میگویم صدای ماشین کمیسر نیست مگر؟
انقدر همه محله رو بیدار کردی؟ راست میگوید. خیر، شب بخیر. با تو هم. از چنگال من خلاص نمیابی. در وقتش اومدی. کمال زنگ زد. فهمیده است که من همین جویم. خواهش میکنم کمک کن. این آدم مرا میکشد. تلفنات رو ده. ای نامرد، زورت تنها بزن میرسد. اگر مرد باشی مقابل من برو. من هم با تو کار دارم. مادامی که حاضر هستی بیا رو برو شویم. کنی؟ در کجا هستی؟ آماده گرویت رو بفشورم. خاموش کرد. اگر باز زنگ زد جواب نده. فرید این رو از اتاق یافت. از زمین. من هم چند روز است که همین رو میکوبم. پینار تو باوری داری که امروز از اینجا بیرون نبر اومدی ها؟ کاش همون خیلی خوبایی میداشتم و از اینجا پریده با دیگر جا میرفتم. گرین را گیر نباشد. شرف کجا می روی؟ از کجا می آیی؟ ماشین امیر رو دیدم. صدای بلند برآورد. همه شما چنون خوابی سخت می روید که هیچ چیز رو نمیشنوید. تو برای چی بیدار شدی؟ تشنه شدم. گرم است. شما زیرک ها معلوم که پینا را در انبار پنهان میکند. گوشوار پینا رو در همین جا مونده بودم. کجا شد؟ شرف با تو میگویم گوشوار رو تو گرفتی؟ من یگان گوشوار نگرفتم. دیگر کی میگیرد آخر؟ از برای خدا باز کن. باز سر نکن. این چی بلایی است که از تو میبینم؟ پسرم در نصف شب چی گپ است؟ بیمار است مگر نمیفهمید؟ سرش گرنگ است. حافظه‌اش آمد گفته عقلش رفته است.
پسرم داد نزن حاضر همسایه ها میشنوند. مادر شما کاردار نشوید. شنیدن گیرن از جنجال های این بیزار شدم. پسرم آهسته. دخترم چی شد؟ گوشوار پینا رو وقتی خواب کردنم بالای میز گذاشتم، حالا باشد نیست. دوباره عصبی نشوید. گفته گرفتم پرت افتم. کاری بد کردم. پس چرا سحر رو انتظار نشدی؟ همین تو نبودی که گفتی یگان اشیای او رو دیدن نمیتوانم؟ خواستم که این سحر این رو نبینی و عصبی نشوی. گفته گرفتم پرت افتم. خدا اوچا آمینه یاسین اوچا جون چی شد؟ بس شد دخترم چی شد؟ چرا از خوابت خستی؟ دادم چرا داد میزنن؟ هیچ گم نه، تنها همین خیلی صحبت داشتیم. رو بچه ها رو خوابان. دخترم رفته کودک ها رو خواب. خاموش. رفتیم دخترم. بیا دخترم بیا. رفتن بارو بینم. تمام نمی شود. در آقشو در همین جایی میدانم. در آقشو پینا در آقشو گفتم. چی میخوایی؟ چی گپ شد؟ کمال در پیشی در است. میخواد که در رو کشویم. زود بیو. به نظرت می نماید. نترس. دراز کشیده خوب رو. گذرم میکنم پینا رو کشا گفتم. کشا در رو کشا.
سرخی لب است. از کی باشد؟ یاسمن و امیر میگویند که مکانی برگزار شوی توی رو ببینیم. بعد لباس عروسی رو میبینند. شما هم میروید؟ شما روید. من با کودک ها وعده دادم. من اونها را برای تماشا به جای دیگر میبرم. مالش. صبحتان بخیر پدر. صبحتان بخیر باد. مادر یک لحظه شما رو ممکن؟ چی شد؟ یک لحظه خواهش میکنم. ایزش رو یافتی؟ یافتم. راست میگویی؟ آدمانی من چند روز است که میکاوند. تو چگونه در حال یافتی؟ البته که معرفت من است. نهاری میخواهی؟ سپارش دهم؟ من نهاری کردم رحمت. پس یک چای نوش. در کجا بوده است؟ در کجا می ایستاده است؟ در خانه. در پیش بینیمون. در خانه؟ آدمان من گفتند که در آنجا نیست. تو مطمئن هستی؟ مطمئنم. با چشمونت دیدی؟ نه ندیدم، اما میدانم که در آنجا است. کار را این شب حل میکنم. تو وقتت را خوش دار. تنها یک کم بودی است. چه کم بودی؟ از که جو کم دارد نمیدود. همین مقداری جوی من را یک بار دیگر ببینیم. گوش کن. تو کی هستی که با مقابل من میبروی؟ خودت را دان. در یاد گیر که برای برنج بیرون شده از جوی خانت نمانی. شد. در حال عصبی نشوید. کمی آرام شوید. آرام شوید. ببینید مادر، ایزی لب نیست مگره؟ نه، تازه شستن در کار دخترم. مادر این از کی است؟ من نه وکک دستمال رو عوض کرده بودم. این رو یک طرف بیمام. شرف رو باز دیوانه نکن. صبح خیر. در این سهر چیکار کرده ایستاده؟ چیکار میکردیم پسرم؟ لباس فرام میشیم. من دست رویم رو شویم. به حمام دست بکنه که تازه بیمون. مادر نهاری تیار است؟ کار میروم. تیار است. آقای تیمور این زن رو برای چی قدر میکوبد؟ زن از سردار خودمون حامله دار بوده است. باورم نمیآید. والله راست است. برای همین دنبالش است. این مراتب دعوایشان خیلی بقوت است.
بامبگذار زبان خط نوشته است. این کار شوخی ندارد. همه این کانهای در دست بوده را استفاده کنید. اگر مرد گوید که زبان خطم را تحت فشار گرفتند، آن وقت کاری کرده نمیتوانند. چه که لازم شود اجرا کنید. من به شما مثل باری خر پول میدهم. ای تو کمیسری ویران، درست سخن بگو. فراموش مکن که در مقابل تو کارمند دولتی است. من به تو نشان میدم. آرام باشید آقای. آرام چی؟ زرده. من رو مجبور نکن که تو اینکه کاری بد نکنم. چرا مرا به سود روان نمی کنی؟ وقتی جدا نموده قانون را استفاده کرده ایستادم. اول با تو اینجا کار را تمام بکنیم، پس آن تو را حتما به سود روان میکنیم. میدانم این را برای آن میکنی که در تویتان استخوان گلو نشوم. کاری کرده از اینجا میبرایم. میبینی تویت را به سرت چپه میکنم. به تو نشان میدیم که با کی سر و کار داری. میتحت گنداغدو خودت را فریب مده. این مراتب با آسانی برآمده نمیتوانی. تو خودت را کی میحسابی؟ آقای میتحت آرام باشید. گیر دستت را. نیشه؟ معلوم می شود که پدر داشتنت را فهمیدی. اکنون عقلت به سرت آمد. خواطر شدی مگر؟ گوش کن نیشه، من پدرم را فراموش کردم. من به اینجا به دیدار او نآمدم. برای وخوری شوهر شونده‌ام آمدم. حالا همین خیل. روزی برای کمک نزد پدرم میآیی و من سخنهایت را به یادت میرسانم. افسوس که به یاد آورده نمیتوانی، زیرا پدرم برای من خیلی شد که مرده است. خوش آمدی جانم. خوش باشی. خوب هستی نیشه؟ میرویم جانم. میرویم. فریده، این پیناری عجوزه در یک دم هزار دروغ میگوید. پدر کودک شوهری تو نبوده است. دروغ است. حقیقت را امروز فهمیدم. پدری اساسیش تیمور بوده است. من میبرایم. با گلخونه میایی؟ نه، تو رو من کار دارم. آنجا رفته پسان میآیم. چیکار بوده است؟ با اشاره سخن میکنی؟ باز نزدی لیلا میروی؟ نرو پسرم، التماس میکنم. نه مادر، من دیگر کار دارم. مادامی که نمیخواهم گفته است دیگر به درش نرم. مرد باش پسرم، سخنت رو نشکن. مایلش دیگر نگویید. گفتم که نمیرم.
با اون سازمان میرویم با خودمون یگون چیز دیگر بگیریم بابا جان. نه در اونجا کار میکنیم. همین خیلی لباس پوشیدن خوبتر از فرزندم. در اونجا چی کار میکنیم؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است که اگر نفری رو که همسایش گرسنه باشد و خواب رود از ما نیست. در وقت افطار چگونه که دورا فقیر یک خیل گرسنه میمانند با این گونه دستگیری وقت روزه گشایی با یکدیگر مانند باشند گفته قوطی‌های رمضانی تیار میکنیم. هم ثواب میگیریم. رحمت خداوند به مثل آفتاب است. با نفری روشنی کند با نفر دیگر همان روشنی رو میدهد کم نمیشود. چی خیر؟ خوبه. خوبیم. سلام پدر. سلام پسرم. آمده پسرم؟ آماده هستید مادر؟ آماده. امیر فرزندم ما رو هم تا با ایستگاه برده میتوانی؟ البته پدر این خیلی نگویید. بیایید رفتیم. گوش کن ما برای دیدن لباس عروسی میرویم. در حقیقت با ما رفتن نمیخواهی؟ ولی انگه شما هم بیایید چرا آماده نمیتوانید؟ نه شما روید من کار دارم. از صندوق بعضی چیزها رو برای یاسمن میبرم و اونها رو درزمال میکنم. خیر خودت میدانی. خیر تا دیدن. تا دیدن. خوب ماشین در پایان است. مایلش پسرم. اینقدر هم نمی شود. آخر دلگیر شدم با مثل سگ اینقدر دنبالم نگردید. میشه عیب است. آنها چه گناهی دارند فرمان بردارند؟ پدرم که به حبس روند فرمان برداری را میبینیم. اون وقت میبینیم که مرا تعقیب میکنند یا نه. از دهانت شمال برد. پدرت زندانی شود ما چیکار میکنیم؟ از حاضر فکر کردن گیرید خوب میشود. زیرا پدرم زندانی شود در این خانه به شما احتیاج پیدا نمیشود. چی گفتی؟ رفته.
марҳамат. салом. ман бародари шавҳари Фарида ҳастам. ба ёдовардӣ бо шумо дар зиндон шинос шуда будем? ба ёд овардам. Яшар ном дорӣ? бале. бале, Яшар. бубахшед, нороҳат кардам. ман мехостам дар бораи мавзӯи муҳиме суҳбат кунем. марҳамат бародар, ба хона дароед. ташаккур. марҳамат, гузашта шин. ба худо ман намедонистам ки хештабор ҳастем. маълум мешавад ки бародари шавҳари Фарида ҳастӣ. бале, бародари Шарафам. холаи Набоҳат чӣ хел аст? хуб ҳастанд, ташаккур. дирӯз дар назди дарвоза бо холаи Набоҳат вохӯрдем. дар маҳаллаи мо як хешашон зиндагӣ мекардааст. бо як машаққати зиёд розӣ кунонем ки қаҳваи моро нӯшад. аслан мехостам аз шумо як чизро пурсам. розигии шуморо гирам. чанд рӯз буд ки интизор шудам ки хона меоед. агар шумо ҳам қабул кунед. биёед бозӣ кунем. ҳозир не писарам. бубин меҳмон дорем. амаки Яшарат, салом кун бо он. ман ин мардро мешиносам. маро аз дасти одамони бад халос карданд. мурод, хуб ҳастӣ? биё як бусад кунам. ман барои наҷот додани Мурод ба ту ташаккур гуфтам магар? гоҳ-гоҳ феъли аблаҳӣ ҳам дорам. ташаккур гуфтӣ. зуд рафта ба модарат бигӯ ки меҳмон дорем, барои мо қаҳва тайёр кунад. зуд бош. модарҷон. лабай писарам. биё Лайло. бародари шавҳари Фарида ба зиёратамон омадааст. хуш омадед оғои Яшар. хуш бошед. барои мо як қаҳва бикун. майлаш? не, ман қаҳва наменӯшам. ташаккур. ман барои он омадам ки аз ту як чизро бипурсам. баъд равам. майлаш бародар, бигӯ. хуласи сухан, ман як рафиқ дорам. мехоҳад ки дар киштӣ кор кунад. худаш киштибон аст. Yanarım sevdiğim, içimde aşkın bitmez. Aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz, bil ki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerinde. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim.
بوی است. انبار سوخته ایستاده است. لبه انبار سوخته ایستاده است. این کلید در کجا است؟ کشانده نمیشود.